السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای اسلامی و برادرای نعمت خوش آمدید. امروز روز охирон رمضان بود که ما روزه گرفتیم و به اتمام رسانده. رمضان که ما انسان ساز بود، ما را ساخت. ما در این دهه اخیر فقط درباره رحم انصاف گپ زدیم. بعد از برآمدن رمضان بسیاری کارهایی که در زندگی ما هست باید ما احتیاطش کنیم که دیگه بار او اعمالهای گناه تکرار نکنیم، انسان خوب شویم، مسلمان کامل شویم. صحبتمز شو که از تراویح هم تمام بوده، ختم هم تمام بوده، اما بکن رمضان هم خلاص بوده. بر رمضان بر قاید بر آی بزلگه جدا هم حتی به استیت دید که بزلانه مقصد هستن سه انسان خلده، بزلانه مومن خلده. شخکن وقتی که بکن که آخران کن بزله بر یخش انسان، یخش مسلمان بلگنیمز شاید. بزلگه یومون اعمال جدا هم کن بر تسنما غیبت، بر تسنما نمیمه خبرکشی. مودا اعمالهای بعد بسیاره، یکی خبرکشی، یکی غیبت. اعلم ان الله سبحانه وتعالى نص على ذم الغيبة في كتابه وشبه صاحبها بأكل لحم الميتة قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. گوش کنید و دانید که پروردگار پاک دلیل‌های فراوان آورد برای حرام کردن غیبت. هر کسی که از قفای برادرش ذکری بد میکنه او گویا که گوشت برادرش خورده. الله جل و علا شأنه در سوره حجرات آیه 12 میگوید و یکدیگریتان غیبت نکنید. آیا شما دوست می‌دارید که گوشت برادری مسلمانتان یا برادرتان خورید؟ نه. فکرهتموه، اگر همون گوشت شما دا بیارن شما گوشت برادرتان نمیخورید. وقتی گوشت بوی گرفتگی را که شما نخورید شما غیبت نکنید. الله تعالی پاک الله دلیل باقی در قرآن گه جدا هم غیبت یمانیش. هر انسانی که غیبت کرده الله تعالی سلام برادرنی گوشتنی یو مثلا یشکر اشتیانگیز بار بین یا نمه چه غیبت کرده. غیبت قلش تو گوشت ییش یمان گوشت انسان هیچ محل یمایده. یمان گوشت انسان هیچ محل اشتیاری ها نمه چه یمان گوشت گه هیده بار یمایسله نمه چه غیبت کرده. حجرات سورگه ویدی که چین آیت دعوای تلگی غیبت خلمینه بربرینی. آیا اصلا یخش کل اصلا که یمان گوشتی یشتی یخش کل اصلا یه اصلا یا یه مثلا فکرهتموه ای تسلیه من یه مایمه بو یمان گوشت شونه که یمان کل اصلا نمشه قیمت اصلا نمشه کل اصلا بیشتی. فقال رسول صلی الله علیه وسلم كل المسلم على مسلم حرام دمه و ماله و عرضه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند برای هر یک مسلمان حرام است خون مسلمان ریزاندن، مال مسلمان خوردن، آبروی مسلمان ریزاندن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایتونه که هر مسلمان که الله حرام قلده معنی خان مسلمان قانونه، مسلمان مالنه، مسلمان ناموسنه تیمین به حرام. غیبت بو نما غیبت بو ناموسگه چخه بیلیش. یومون گوشت نما یاده، یومون گوشت درنده وحشی یاده، گیه نیاده. انسان زمان که غیبت کلاده گیه نبلد. گوشت بوی گرفتگی را چی میخورد؟ گوشت کیل زدگی را چی میخورد؟
همون لاشخرا کفتارا میخوان، گیرا میخوان. انسان وقتی که غیبت میکرده گیه نمیشنه، همون لاشخر میشنه. برای وی دیگه آبروی برادرش، عزت برادرش، یکون چیزی برادرش قدر نداره. انسان زمانی که لاشخر بگن، وقتی که گیه نمیگن، وقتی که دیگه برادر نه آبروسini حفظ قiladi، نه عزتini حفظ قiladi، نه ناموسini همسini to'kiladi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه وأن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبها. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند پرهیز کنید از غیبت، پرهیز کنید از غیبت، زیرا که غیبت از زنا بده. زیرا مرد اگر زنا کنه توبه کنه خدا قبولش میکنه و اگر صاحب غیبت تا نبخشه خدا هم نمیبخشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایتونه که غیبت جدا هم پرهیز کنید، تقوا کنید. انسان نمچو غیبت زنا یومو نمچو انسان اگر زنا کنه وقتی که زنا کنه توبه کنه الله توبه قبول کنه. اما غیبت چه؟ ها غیبت صاحب کیلو ایت مثلا که من سانه مقصد بخشیدم، سانه مقصد غفران بدم به الله بخشیدم. غیبت جدا هم یومو زنا یومو بزلانی یونگه بزلگه جدا هم که بو ایش بار غیبت جدا هم که امروز در بین ما این وبا رو ما جدا کردن نمیتونیم. در حق دیگرمون نیتی بند میکنیم، گمانی بند میکنیم، شوخی میفهمیم. و قالوا مثل من یغتاب الناس کمثل من نصب منجنقا و هو یرمی بها یمینا و شمالا و هو یرمی بحسناته. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند کسی که غیبت میکنه مردم مثل کسی هست که فلخمان در دست داره، گاهی این طرف سن میپرده، گاهی اون طرف سن. این فلخمان یا شفیر یا آینه یا جای مردم میشکنه. انسانی غیبت کن به فلخمان ساختگیش فقط ایمان شکتی نیکیاش بزنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایتونه که انسانی که غیبت قلده مثل گیده کمه و انسان قالگه به درگرگه بار هر سن تیر آتاده آینگه اوراده، انسانگه اوراده، ماشینگه اوراده bilmaydi. G'aybat kim nimaga uradi? Iymoniga uradi, savobga uradi. Bu g'aybat bir tosh, nimaga uradi? Iymonga uradi. Bilmaysan. Agar falaqmon bilgan vaqtiga man jamiyat mana falaqmon yoragatga bor, urasa bomga uradi, insonga uradi, bir maqsad moshinga uradi. Ha, ammo g'aybat nimaga uradi? Iymon va savobga. Buni nefahmim barodar g'aybat mekinib. Mera chida mezanan. ثواب مونه میزنن. چی نمیزنن؟ ایمان مونده میزنن. چند تا ثواب داریم در 26 روز ما که با نسبت دیگر گمانی بد کنیم، نسبت دیگر عملی بد کنیم. و قال رسول صلی الله علیه و سلم من رما اخاه بعیبه یرید بها شنیعه او قفه الله تعالی على حسر جهنم یوم القیامة حتی یخرج مما قال. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر برادری که برادرش به غیبت متهم کنه و غیبت کنه و انا همین آبروی او را ریزانه، پروردگار انا همین گونه انسان غیبت میکنه آبروی او را میریزانه، برده در بین جهنم میمونه شد تا انا همون انسان از حقش نگذره جهنم نمیبره. رسول الله صلی الله علیه و سلم ایتونه هر انسان غیبت کردن وقتیگه الله shu insonni ki g'aybat qiladi, nomusga chaqa biladi, molga chaqa biladi, insonga yomon gumon qiladi. Allah shu insonni jahannamga qo'yadi to shu inson rozi bo'lgan vaqtiga pachoq qiladi. Agar aytsak men rozi yo'qman shunaqa qiladi. Bu juda ham katta bu. Juda ham gapi kalona imroz. بسیار احتیاط کنه نمی غیبت. احتیاط کنه از لینک یکدیگر را خویدن. حاضی پیشتر زنکان میکردن، حاضی مردکان خیلیش نیام. و قال رسول صلی الله علیه و سلم الغیبت ذکرک اخاک بما یکره ای سواء ذکرته بنقصان بدنه او نسبه او فعله او
قوله او دینه او دنیاه فی ثوبه و ردائه و دابته. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن غیبت چیه؟ در پیشی که برادرت عیبدیاش میگن، بدنش کمبودیش میگن، نسبش میگن، فعلش میگن، قولش میگن، دینش مسخره میکنن، دنیاش میگن، لباسش میگن، جیلکش میگن، حیوانش میگن، زنش میگن. فقط نیتی بدی همه را گپ میزنن که اوسال شد و خنده شد. اما تعریفش غیبت نیست. انهمیه غیبت. غیبت نما پیغمبر صلی الله علیه و سلم aytdi. Sizlarni aliga keladilar bir xotin musulmon, erkak musulmon sizlarga do'st sizlarni aytadilar. Nimani aytadilar? Juda ham kamutini aytadilar. Badaniga kamuti bor, nasabiga kamuti bor, fe'li yomon, raftori yomon, suxani yomon, dini yomon, dunyosi yomon. Maqsad kiyimi yomon, choponi yomon, maqsad moshini yomon. Juda ham yomon niyam. Shuni aytgan vaqtiga inson zino odam yomon ish qiladi. Bizlarga juda ham ko'p badiiy amallar qilishib ketdi. این عملهای بدی برای ما. هر کسی که چیزی ما را تنقید و تحقیر میکنه و غیبت. اما امیرالمومنین عمر ابن خطاب پرسیدند غیبت چی انسان آدم‌ها حلاله؟ حضرت گفتند من القا جلباب الحیا و هو احد الفسقا. حضرت کسی که از پرده حیا بیرون برای او فاسق غیبت نبره. عمر رضی الله تعالی عنه ikinci xalifani aytadilar ki g'aybat nima? Hazrat aytadi ki har insonki ki hayoni pardasiga berib chiqsin, hayosi maqsadiga pardasini yo'rilib kelsin, hayoni maqsadiga taylasin, bu inson fosiq, g'aybati halol. Kimdi g'aybati harom? Musulmonda. Musulmon hayosi bor, musulmon sharmiz bor, musulmonning maqsadiga nomusi bor. Musulmon ki nomusi yo'q, hayosi yo'q, shijoati yo'q, musulmon yo'q, fosiq, g'aybati halol. Musulmoni ki nomus نداشته باشه، musulmoni ki hayo نداشته باشه، musulmoni ki harom halol نداشته باشه، musulmoni من چی داره دیگه؟ فاسق غیبت نداره. غیبت مسلمان حرامه. اما مسلمان نمیخوام. برای میگه که غیبت نکنید گفتن. اما مسلمان آخر مسلمان به بلگان وقتی غیبت نمی‌کنه. از اگر بر انسان ایسا که سب فاسق اچخی خرچد من نماش فاسق. سن مسلمان سا غیبت کنه. سن مسلمان سا سوکمه. سن مسلمان سا مسلمان ناموسیگه تیگمه. سن مسلمان سا مسلمان خانگه تیگمه. خالگه تیگمه. وقتی از اگر کسی من تو فاسقی هم آمده که زده شما فاسق کن. و وقتی تو فاسق نباشه مسلمانی باشم. چما غیبت میکنی؟ چما دزدی میکنی؟ چما خالی مسلمان میریزونی؟ چما ناموس مسلمان چقدر میشی؟ حتی ذکر بعض المتقدمین لو قلت ان فلانا ثوبه طویل او قصیر یکون ذلك غیبة فکیف ما یکره من نفسه. حتی بعضی از علماهای متقدم یعنی که زمانی تابعین گفتگی بدن که نگوی که لباس عبد دروازه کبوت سرخه این اونایی که همین هم در دل شما غیبت پیدا بشه. همین هم نگوی نسبت به سلطان. هر چیز دور نداره گوری پدر بشه. عالمlar mana ki tobiin davriga maqsadga aytadilarki shu insonni aytmayna. Ko'ylagi munoqa, choponi munoqa, uyi munoqa, xotini aytmaydi. Shu bir g'aybatga fundament bo'ladi. Hech nima aytmaydi. Abdullah ibn Umar arvoh ishlamari qozi ummat بسیار umri muborak دیدن. در شجاعت، در غیرت، در ناموس، در فعل، در رفتار، در راستی، در چهره، در صورت میگه عمر معتبر. رنگ معتبر میگه. فقط عمر تیز بوده این تیز نبود. این آرام بود میگه. عبدالله ابن عمر پیغمبرimiz صحابه‌سی مقصد عمر ابن الخطاب دوغله aytadi ki chehrasi, shujoati, g'ayrati, saxovati hamma maqsad atasiga judo ham shubhamonandi bor ekan. Faqat Umar judo ham achchiq inson, ammo bu judo ham halim inson. Shuncha farqi bor.
همین حضرت میگفتن است که وقتی بچه‌ها چند بار گفت میره بچه‌هاش میگفتن که هر پدر جان پیر شدید من در این بزرگ نمی بردیم اون بردیم چشمات خیره شده بدوری هم میتونه ببینه که سر تا برداشته که دیگه هر محرم رو نمیبینید و میگه فرزند دوم من حرام در خواب ندیدم. پیر برگن وقتی که عبدالله ابن عمر بزرگ مثلا بچه‌ها رو تماشا کردن بزرگ کردن وقتی که اوغلا aytadi دیگه anajon من مثلا ko'zini o'sasa xira berib ko'zimga maqsad degan ko'rmaysan hech nima qilma nakirin boshingni ko'rma man 1 metr maqsad uzoqlik maqsad ko'rmaysan 1 metrda maqsad ko'ruv maqsad san yoniqin yo'q maqsad ko'zing juda ham aknon xira beribdi hech nima qilmaydi aytadi Abdulloh o'g'lim men haromni maqsad degan yatgan vaqtimga ko'rgan yo'qman. Mana hushyorlik bu taraf. Man maqsad yatish vaqtiga shu tishimga kelgan yo'q harom. Hattoki kelinosh menga به پیش میگذاشتن میگفتن زنی فلانیه من به قسم با خدا کلینو رو بشناسم. بعد kelinlari maqsad shuni kelu munoq yurishgan aytadilar bu maqsad kelining hazrat faloni o'g'lining xotini aytadiki man qasamam tanimayman. Mana da sahobani holi mana edi. G'aybat bu jahannam. وروي أن امرأة قصيرة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجتها فلما خرجت قالت عائشة رضي الله عنها ما أقصرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتها يا عائشة فقال يا رسول في الزمن النميمة شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من النار. روایت دست یک زنی خط پسته که خانه پیغمبر خدا آمد برای حاجت از پیش پیغمبر خدا وقتی برو آمد رفت مادرمون ام المؤمنین گفت که چقدر زنی خط پس بدیم پیغمبر خدا گفتن عایشه غیبت نکرد. برکن میگه بر خودتون کیلی میگه پیغمبرمز علیه ویگه کرگم وقتیگه مثلا نه ایت حجت نه ایت مثلا کم وقتیگه که جدا هم خرده مثلا دیگه اونا ازگه نکرد خرده بده عایشه ام المؤمنین قنامز ایتده که پیغمبر جدا هم بو انسان خرده کرده این شکل نه پیغمبر ایتده عایشه غیبت خدا بسنگه یخمه مسلمان دانه بزه بگو عیبه گوه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حق خبرکشا گفتند که روز قیامت اینا دو رویه میخیزند. خداوند دو زبانی از جهنم در اینها میده که زباناشان رنگ لخچه های سرخ است. برای که در این زمین اینها بسیار دو رویه بازی کردن با زبانشان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم aytdi که روز قیامت وقتی که خبرکش انسان پروردگار ikkita til beradi. Ikkala tili zanjir bilan qip-qizil jahannamni lahchasi. Bu dunyoga xabar aytdilar, xabar fitna qildilar, maqsad mincha ishni mincha qildilar. Nima bu til bilan xabar berish, xabar aytish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi, ikkita qabr go'r azobga birinchisi mustahab qilmaydi, ikkinchisi nima qilmaydi? Xabarchilar. Başka hadisga aytadiki annamon la tadkhulul jannah xabarkash jannat kirmaydi. Rasulullohdan xabarkash bihish namedi ro'ya. Barای بعد رمضان برآمده است من خصلت رو بس کنیم. چه خصلت‌های پسته‌ای خود شما آدم خود خصلت داشته باشد. و عن النبي صلى الله عليه وسلم از پیغمبر خدا روایت انه قال لا يدخل الجنة النمام فإن قيل ما الحكمة في أن الله تعالى خلق كل مخلوق ذا لسان ناطق وغير ناطق وليس للسمك لسان أصلا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که خبرکش بهشت نمی‌دراید. جناب پیغمبر aytdilar که خبرکش بهشتga kirmaydi. Ketadi, ko'yadi va keladi. حکمت چیست؟ میگن که همه چیز خدا زبان داده، سخن داده، نطق داده، لیکن ماهی زبان نداره. فقیل گفتند زیرا خداوند خلق کرد آدم امر کرد ملائکه را به سجده کنی، همه سجده کرد مگر ابلیس سجده نکرد.
خدا او را لعنت کرد، بیرونش کرد از بهشت، مسخش کرد، افش بد کرد، زمین در پرتاب شد، آمد به سوی بحر. اولین چیزی را که ابلیس میگه ماهی بود و او خبر داد به خلق آدم. بعد از او یصطاد و یأخذ دواب البحر، او تمام بحر را آوازه کرد که ای مردم، آدم خلق شده بوده است. و بلغ السمک دواب البحر، همه این خبر داد، پروردگار زبان ماهی را از خلقش گرفت. حکمتی نما همه نرسانه تیله بار گبرش بار، همه نرسه گبرده تیله بار، مثلا که سخن قلده صدا ایتاده نما چه بلغده تیلیا. الله جل و علا شانه ها آدم به خلق کردن، وقتی که ایتاده که آدم به سجده کنه، نه همه سجده کرده، ابلیس کنه. ابلیس الله لعنت کرده، یوقته. ابلیس مسخ بلده. همه تغییرات مقصد که همه یومان بلده. ابلیس حبود کرده، یرگه کرده، اولین مرافع بحرگه بلده کرده. بلده ایتاده که اخبارگه آدم به خلق کرده. بلده تمام بحر و قیامتشونه ایتاده، خبر کرده. الله جل و علا شانه شو جنایتیگه بلده تلیناله. ولی روز قیامتی خبرکشا رو زبانشون میکنن میگیرن. برای همین خصلت‌های پس باید ما پرت کنیم. این خصلت‌های جهنمی را پرت کنیم. نخواه که همین مردکی باشه، نخواه همین جوان مردی باشه. مسلمان نسبت مسلمان غیر نیتی نگی چی نداره. بوی یرکگلیگی یا انسان زمان خبر کرده. مسلمان بربریگه بر عطا نباره. بر آنسه بر عطاسه بر همه برزم اکا اوکا باره. نخواه مسلمان مقصد یومانش کنیسه، نخواه مسلمان خبر پرسه، نخواه مسلمان غیبت کنیسه و همه حرام. حرام فقط چوشخانه گوشی یا عرق یا زنا یا انا بویش هم حرام. بویش بزرگه جدا هم کتا کسر بلیا شکنگه انسان پر خنده پر گفته ایتشن به مسلمان عملی ها. حرام فقط گوشت خوب عرق نیست، زنا نیست، این هم حرامه برابر دیما. دعا میکنیم پروردگار در این شب ما را برای راه سرایت کرد. خدای بعد این که رمضان را فردا ما عید داره، بازگشت به سوی خرسندی، به سوی لباسی نو، به سوی آغوش، فردا عید. خدای چشم دشمنای ما را کور کن. پروردگار اون کسای نیتی بعد برای مسلمان ها و برای جمعیت مسلمان ها دارن. خدای هدایت باشن، هدایتشون کن. خدای هدایت نبن باشن، پروردگار خوب و ذلیلشان کن. پروردگار را در تمام مناطق دنیا آن مسلمانایی که از دست این جانوران عذاب میکشن، خدای جانوران را خار کرده سی بخورشون. پروردگار این جانورای وحشی را سرنگون گردان. پروردگار چگونه ای که اینها مکر حیله دارن اما از برنامه‌های تو به خبر نیست. امروز برنامه‌های تو همه اینا را خار و ذلیل کرده است. پروردگار همه ایجاد مومنین خدا را غلبه و نصرت ده. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت الرؤوف الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. من برادر همین روز ممکن خیلی کرد دو هم نشده دسر بودم شد زنگ میزنه که این نماز میشوه یا نمیشوه. همین فکرم بعدی توجیه کنم کی انداخته باشه سری مردم دار. من حیرانم مفتی برآمد نکرده باشه، رهبری ولایت در بخشیدگی مسئولی برآمد نکرده باشه. من میگم نماز میشوه یا نمیشوه. او میشوه ساعت 5 همیشه بیایم ما خبر کنیم همین روزی درست ما بفرا کرده مردم یک گپ داریم میشوه نمیشوه. او خیلی نشوه مثلا قوی بشه، او خیلی بیان تماشا کنم یک شوی خرنجا ایده هم نماز هم نشوه اقلا خونه برادرت بری ایده. من نمیدونم چی این چی گفت کی فتنه را میندازن همین روزی درست میشوه یا نمیشوه. وقت نماز هم نشوه اقلا همین مسجد پیشی خونه نمیبیوید، عصر خونه نمیبیوید اقلا همین دو میگم 200 زنگ شده باشه ملت شریف روشی کرد. میشوه نمیشوه میشوه نمیشوه میگم میشوه خودش که من کارگینه شما بیایید برای شما شرایط مسجد مردم کوچه شو شخواه مسجد اومد کوچه شو همه چی تیار بیاد دو رکعت نماز خون رو میشوه نمیشوه.
ساعتی 5 بگم 100 میده دیگه چون ساعتی چند کرد 5 اومدن گرفتی همین ملوکی گفت اومدن گیر خندت میگیرم هم میگم کسال باشه مردی بود یا خشه شیرین میکنم ملو دستان زن افتاد سپور راست گرفت تیفون ها رو کشه